برنامه اخبار آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم. سلام. امروز سه‌شنبه 16 مارس. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. با وجود توصیه سازمان جهانی تندرستی، یک عده کشورها از واکسن استرازنیکا دست کشیدند. در تاجیکستان هم ساکنان به استفاده آن چندان میل ندارند. سبزه و سومنک. تاجیکستان امسال جشن نوروز را با رعایت قاعده‌های بهداشتی تجلیل می‌کند. پنجی و امونی و می کسلا همش نیست شده. خیلی سوز ما هم خرسند شدیم که با امسال جشن میگیریم. سرباری عائله و یا دستیاری مادر، سرنوشت طفلانی که با سندروم داون به دنیا می آیند به نزدیکان و جامعه ارتباط دارد. سطح انکشاف آنها حتما از نگاه بین پدر و مادر وابسته است. امروز در شهر بوستون ولایت سوخت ملاقات سیمومین یتیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قمچیبک تورشیف همتای قرقیزی او دایر شد. این ملاقات پشت درهای بسته برگزار شد و خبرنگاران به آن راه نیافتند. مقامات تاجیک درباره جزئیات این دیدار اطلاع نمیدهند، اما بنابر گفته مقامات قرقیز مسئله اساسی در جریان ملاقات علامتگذاری مرزهای دو کشور است. جلسه کمیسیه های حکومتی که همکنون به فرق از سالهای پیشین رئیسان کمیته های امنیت دو کشور راهبری میکنند قرار است تا 18 مارس ادامه کند. دیروز پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف به سوالهای خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی پاسخ داد. جباروف تصمیم دارد در چند هفته آینده به تاجیکستان سفر کند. او در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیوی آزادی عاید سیاست خارجی قرقیزستان چنین تفصیلات داد. Biz bardıq mamlaketmenen birde xizmatlaşığa dayarız. Şolle Avrupa mamlaketlermenen ما آماده ایم به همه کشورها همکاری کنیم. با کشورهای اروپا، امریکا. ما آن کشوری نیستیم که میخواد با کسی دشمنی ورزد. ما آماده ایم با همه کشورها با در نظر داشت منفعت‌های مشترک همکاری کنیم. با روسیه ما شریکان استراتژیکی هستیم. ما را بسیار رابطه ها به هم میپیوندد. با این کشورها ما در نوبت اول باید رابطه زیچ داشته باشیم. ما با کشورهای همسایه منافع مشترک داریم. با قزاقستان، ازبکستان، چین. در نوبت اول ما آماده همکاری با کشورهای همسایه هستیم، با روسیه و همچنان اروپا و ایالات متحده آمریکا. شانچون biz alar menen dağı biz tığız baylanışda olağız. بیننده ارجمند، این مصاحبه را در شکل کامل در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org می توانید پیدا و مطالعه کنید. سازمان جهانی تندرستی از کشورهای جهان خواست معرکه امگذرانی با واکسن استرازنیکا را قطع نکنند. این در حالی است که چندی از کشورهای اروپایی یکی پی دیگر از استفاده این واکسن دست میکشند و بی‌خطری آن را زیر شبهه گذاشتند. تاجیکستان هم در دایره برنامه کوواکس یک بسته واکسن های استرازنیکا را دسترس کرده است. تاجیکستان در رابطه با این واکسن چی تصمیم میگیرد؟ گزارش امردین عالیموف و مولا رجب یوسفی. مثل بعضی از کشورهای اروپایی، نظرها درباره واکسن استرازنیکا در تاجیکستان هم ضد و نقیض است. مسئولین وزارت تندرستی گفتند وضع را پیگیری دارند و خلاصه نهایی خود را تا 2 روز دیگر اعلام خواهند کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت روز 18 مارس در یک نشست خبری ویژه در دوشنبه تصمیم نهایی درباره آغاز واکسن گذرانی در تاجیکستان اعلام خواهد شد. در این نشست قرار است نمایندگان سازمان جهانی تندرستی و سازمان یونیسف هم اشتراک کنند. اما در بین مردم بخصوص پزشکان که باید اولین شده واکسن استرازنیکا را گیرند نظرها یکسان نیست. برخی پزشکان میگویند گرفتن واکسن مهم است، اما ایده دیگر از دکتران گفتند چون بحث درباره امن بودن واکسن استرازنیکا زیاد شده است تا زمان خلاصه نهایی از گرفتن این نمود واکسن خودداری میکنند. تاجیکستان روز 9 مارس 192,000 وایه از واکسن استرازنیکا را دریافت کرد. این واکسن ها در دایره برنامه کوواکس سازمان جهانی بهداشت رایگان به تاجیکستان داده شدند. در پس منظر بحث ها اطراف واکسن استرازنیکا حالا معلوم نیست که در تاجیکستان با امکان ضد کرونا ویروس با این نمود واکسن آغاز میکنند یا نه. بحث تا کجا به خطر بودن واکسن ساخته بریتانیایی و شویتسیا و دانشگاه آکسفورد با نام استرازنیکا
حالا یکی از موضوعهای اساسی در کشورهای اروپا است. بعضی از کشورهای اروپایی گفتند با سبب نگرانی‌ها از لخته‌شوی خون بعد از قبول واکسن استرازنکا موقتاً از استفاده آن دست می‌کشند، اما سازمان جهانی تندرستی از کشورهای جهان خواست استفاده واکسن استرازنکا را قطع نکنند، چون به گفته مسئولین سازمان هیچ دلیل درباره ارتباط مستقیم میان واکسن استرازنکا و لخته‌شوی خون وجود ندارد. امکانی با این واکسن باید ادامه یابد، گفته از سازمان جهانی بهداشت. قرار است امروز 16 مارس متخصصان سازمان جهانی تندرستی مسئله بی‌خطری واکسن استرازنکا را بررسی کنند. واکسن استرازنکا که در همکاری با دانشگاه آکسفورد تولید شد، یکی از اولین واکسن‌ها به ضد کرونا ویروس بود. به خاطر ارزان بودن و شرایط نگهداری عادی، استرازنکا به یک از پر استفاده ترین واکسن‌ها به ضد کرونا ویروس تبدیل شد. در بعضی کشورهای اروپایی رژه کرانتین شدیدتر و برگزاری معرکه‌های عمومی محدودتر می شود. اما تاجیکستان امسال تصمیم گرفت نوروز را با رعایت قاعده‌های بهداشتی جشن گیرد. در آستانه نوروز به فرق از سال گذشته تا اندازه فضای ایدانه در پایتخت تاجیکستان به نظر می رسد. در مرکز شهر دوشنبه نما یا مجسمه سبزه که از آن غذای اساسی نوروزی را آماده می کنند گذاشتند. درباره حال و هوای پیش از نوروزی همکاران ما سرویناز روح‌الله و امرالدین اولیموف گزارش می‌دهند. میرالی عبداللهیف 20 سال اخیر در نزد مجسمه اسماعیل سامانی در مرکز دوشنبه صورتگیر است. هر سال در عرفه نوروز کار او زیاد می شود. میگوید در همه دوره کارش سال گذشته از همه بیرنگ و بی‌مشتری بود. این شب و روز خوشحال است که ساکنان نوروز را مثل سالهای پیش از کووید استقبال میکنند. مردم نبود، برای کسل بیماری‌ها که بسیار که بود مردم کم می آمد. اگه سال ماه نوروزی بهترین نوروزی دادن بسیار است که سالی نودن. نه نوروز فرما میکنن دخترکو کودککو تا مسافر کمپیرش میخیزن میبروی که بهار چقدرش گفتن آدمیزاد چیز. مشاهده ما هم از مکانهای اصلی آمادگی به جشن نوروز نشان داد که به فرق از سال گذشته آدمان با هراسی کمتر در کوچه ها سیر و گشت میکنند. میگویند امسال نوروز را جشن میگیرند. امسال رنگ اصول نه، امسال که جشن میگیریم. خدا با شکر که تنجی و امانی و می کسلا همش نیست شده. خیلی سوز. امسال کوشش میکنه همه که نوروزی خوب گذره. یک ماه پیش ستاد جمهوریوی پیشگیری از پنه‌شوی کرونا ویروس با برگزاری جشن نوروز در کشور اجازه داد، اما جمع آمد مردم زیاد را در معرکه‌های آن منع کرد. با رعایت همون بهداشتی، یعنی با همون چی میگن نقاب‌هایی که نقاب‌های یک کرته استفاده برده. کارشناسان میگویند چنین محدودیت میباید سال گذشته جاری میشد، ولی حالا در دوره بعد از کووید عید و خوشحالی بر روحیه مردم تأثیری نیک دارد. اما با قبل جامعه شناسان از حد بیش رسمی شدن جشن و مراسم های ملی تا اندازه شکوه آن را در نزد ساکنان کم رنگ کرده است. تا نوروز 5 روز دیگر باقی مانده است. شهرداری دوشنبه به این جشن بین المللی آمادگی جدی دارد. خیابان ها گلپوش می شوند و شعار و آویزه ها سر هر قدم در شهر دیده می شود. این سمانه که 2 سال اخیر به رمز نوروز در دوشنبه تبدیل یافته است، این سال هم با بلندی 30 متر در مرکز پایتخت قامت افراخته است. اما ویژگی اصلی آمادگی مرکز دوشنبه با جشن نوروز 2021 در این است که در روبروی سمانک در کنار دیگر میدان اسماعیل سامانی این خان آراسته شده است و در این خان قاشق و طبق گذاشته شده است و چند نوع شیرینی هم و گفته می شود اینجا خوراک هایی که رمز نوروز هستند، یعنی هفسین و هفشی نیز گذاشته خواهد شد. آمادگی جدی شهرداری با نوروز همچنین با آن خاطر است که در آن روزها در دوشنبه فروم دوم بین المللی نوروزی دوشنبه محور رابطه های فرهنگی و سیاحی برگزار می شود. برای شرکت در کار فروم نمایندگان اتحاد دولت های مستقل دعوت شدند. سال گذشته صرف نظر از آغاز پاندمیای کرونا ویروس در همسایه کشورهای تاجیکستان، مقامات جشن دسته جمعی نوروز را با شرکت 12,000 نفر برپا کردند. این تصمیم مقامات که تا آخر ماه اپریل با نبود کرونا ویروس در کشور پایفشاری می‌کردند، مورد انتقاد قرار گرفت.
21 март дар ҷаҳон рӯзи шахсони дорои синдроми даун шинохта шудааст. Ба ин муносибат ҳафтаи оянда дар Тоҷикистон моҳи дастгирии кӯдакони дорои синдроми даун оғоз меёбад. ҳамкоронамон дар шаҳри Душанбе Шаҳло Абдуллоева ва Алишер Зарифӣ аз ҳаёти кӯдакон бо синдроми даун дар Тоҷикистон гузориш омода карданд ва ҳол онро тақдими шумо мекунем. зуҳрои 14-сола бо синдроми даун ба дунё омадааст. наздиконаш аз гирифтории ӯ дар 4-моҳагиаш огоҳ шуданд. گفتم چی کار میکنم فکر کنم که این مثال رو گردان نمیشد گپ نمیزند دل مادر چخیر که خاصت باشه که بود دکتر دل برداری کرد زیق نشد خواهر جان همین توبتای گیره ان شاء الله وای میشد ولی گپ میزند راه میگردد زهرا با مشکل حرف میزند ولی در اجرای کارهای خانه فعال است. در صنف 7 میخواند و به قول خودش در آینده میخواهد طبیب شود. من کاسه طباق شوم میگه چجا من خودم میشوم. نه همه گرفتاران سیندروم داون مثل زهرا رشد کردند. طبیبان میگویند در رشد آنها آگاهی سری وقتی و با طبابت فرا گرفتن مهم است. آنها نقش والدان را خیلی مهم میدانند. متاسفانه آنها البته از کودکان سالم قفا میمونند. در انکشاف خود خیلی و خیلی هم قفا مونده هستند و آنها در مکتب‌های مقرری تعلیم گرفته نمیتوانند. بنابراین سطح انکشاف آنها حتما از نگاه بین پدر و مادر وابسته است. با قول این همصحبت ما اطفال گرفتار سیندروم داون را الکی در بطن مادر معاین میکنند. خصوص اویله‌های جوانتر غمگین میشوند چون که فکر میکنند که چنین کودک‌ها باز یک باری سرباری زیادتی در اویله است. ما کوشش میکنیم که با آنها مشورت درست گذرانیم که چنین کودک‌ها اونقدر سرباری ندارند. تنها از مادر و پدر و اینها از مادر و پدر تنها یک مصرف وقت لازم است که با اینها زیادتر مشغول باشند. طبیبان برای رشد کودکان گرفتار سیندروم داون و پیشگیری از هر گونه خطرهای دیگر توصیه می‌دهند که مادران هنوز در وقت حامله‌داری باید از تشخیص گذرند. سیندروم داون به ازدواج‌های خویش‌وتباری و یا طرز ناسالم حیات خانوادگی ارتباط ندارد و گرفتاران سیندروم داون مریضی عنوان نمی‌شوند و طبابت نیز ندارد. پدر و مادرانی که فرزندانشان سیندروم داون دارند در حالت مشکل روانی قرار دارند. هرچند این گروه کودکان خیلی حلیم و مهربانند ولی گاه برخورد جامعه به آنها باعث نگرانی‌ها می‌شود. بعضی از سازمان‌های جمعیتی که برای رشد و تعلیم کودکان گرفتاران سیندروم داون کار می‌برند میگویند نظر جامعه به آنها باید دیگر شود. وقتی کودک بزرگ می شود آنها درک می کنند که مناسبت جامعه نسبت آنها کمی دیگر است. نگاه اطرافیان فرق می کند. نگاه آنها خوب نیست. آنها این را حس می کنند. وقتی که آنها این نگاه را می بینند رویشان را با دستانشان می پوشانند. این یک طرز حمایه از این گونه نگاه ها می باشد. آنها همه چیز را حس می کنند و از ما بیشتر. با حساب مسئولان مرکز جمهوریوی طبی و ژنتیکی در تاجیکستان به 700-800 تولد یک نفر گرفتار سیندروم داون رست می آید. طبق اطلاع رسمی همساله در کشور بیش از 230-240 هزار کودک تولد می شود. بینندگان ارجمند این مطلبی آخری برنامه امروز ما بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید. گزارش های ویدیو در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب گذاشته شدند. تا ملاقات در نشرهای بعدی، خدا نگهداری هر یک شما باد.